بود نبود دو افتاب پرست بود. یکی در طرف راستی بوق جایی داشت و دیگری در طرف چپیان. برای همین نام آنها رستک و چپک بود. اولی بهار وقتی که نورهای آفتاب از پس کوه نمودار می شد، رستک خرسند شده می گفت: چه خیلی خوب، آفتاب به جانب ما می براید. من گرم می شوم، دانه های من تیزتر پخته می رسند. چی اینقدر داد می زنی؟ آواز بلند کرد چپک. آفتاب تنها از آن تو نیست، به طرف من هم می آید. نه، جواب داد رستک، تو آفتاب خودت را یاب، این آفتاب من است. از این سخنها طبع چپک خیره می شد. آخر وی شب دراز تا صبح برآمدن آفتاب را انتظار بود و بسیار می خواست که در زیر آفتاب باشد و گرم شود. نهایت بعد از نصف روزی حالت تغییر یافت. آفتاب به جانب دیگری آسمان گذشت و اکنون رستک در سایه ماند. آنگاه چپک از خرسندی رقص و بازی نموده رستک را طعنه زده می گفت: انا دیدی اینقدر لاف زدی؟ آفتاب تنها از آن تو نه، به طرف من هم آمد. تو آفتاب مرا کشیده گرفتی. چپکی دزد و غارتگر، چرا تو آفتاب مرا دزدیدی؟ داد میزد رستک. هر روز بین رستک و چپک چنین جنگ و جنجال بود. خلاص رستک و چپک بهار و تابستان را با بحث گذرانیده نفهمیدند که چگونه فصل تیر ماه آمد. وقتی غن داشتن حاصل فرا رسید، هوا تا رفت سرد گشته آفتاب از زیر ابرها نمودار می شد. رستک و چپک اکنون پخته رسیده بودند. دانه هایشان کلان کلان در نوده، سرها خم به زور راست می ایستادند. اما رفتارشان دیگر نشده بود. حالا هم با هم دیگر جنجال می کردند. درخت سیب جنجال رستک و چپک را شنیده فکر می کرد که شاید روزی می رسد و آنها مراسا می کنند. این سحر باز به گوشش طعنه و دشنام همسایه ها رسید. او دیگر طاقت نکرده گفت: ای نادان ها، آفتاب از آن هیچ کس نیست. آفتاب آفتابی همه است. سحر یکی رو گرم می کند، بعد از نصف روزی دیگری رو. او خیلی مهربان است که روشنی و نور خود را به همه برابر تقسیم می کند. نور خود را نه تنها به ما بلکه به همه موجودات عالم، آدمان، رستنی ها، حیوان ها و دشت و صحرا پهن می کند. دشت را از دشت و کوه را از کوه بالا نمی گذارد. برعکس به هر یک گوشه عالم به نوبت نور خود را هدیه می کند. او با تمام بزرگی و شهامتش خیلی خاکسار می باشد. هیچگاه گرمی خود را از کسی پنهان نمی کند. من فکر کردم که عقل شما می درآید و با یکدیگر آشتی می شوید. ولی افسوس، حیف عمر شما که آن را با جنجال گذراندید. حالا هم دیر نشده است آشتی شوید. زودتر با یکدیگر صلح و صلاح کنید. سخنان درخت سیب بر رستک تاثیر رساندند. وی خیلی فکر کرده عاقبت به خود گفت: در حقیقت درخت سیب راست میگوید. آخر آفتاب برای هر دوی ما برابر نورپاشی میکند. ما هم میتوانیم مثل آفتاب به همدیگر دلگرم باشیم. ما بیهوده یکدیگر را رنجاندیم. باید با چپک آشتی شوم و بخشش پرسم. او با امید به طرف همسایه‌اش چپک نگاه کرد، اما او را در جایش ندید. با اطراف نگاه کرد و باغبان را دید که حاصل باغ را جمع میکرد. چپک را در بین علف‌های درویده دید و خیلی غمگین شد. افسوس، گفت رستک غمگینانه، چرا ما به قدر یکدیگر نرسیدیم؟